안녕하세요 여러분. 다시 한번 레이첼 수업에 환영해요. 이번 수업은 예를 들어서 선생님이, 어머니가, 아니면 저는, 마리아 씨는, 토니, 은는, 이가 문법을 배울 거예요. 아주 쉬운 문법인데 많이 사용해서 잘 배워야 돼요. توی این درس قراره نشانه های فاعلی ای، گا و انن رو با هم دیگه یاد بگیریم. گرامر خیلی خیلی راحتیه ولی چون که خیلی کاربرد داره باید خیلی خوب یادش بگیریم. بریم که شروع کنیم. بچه‌ها ما دو نوع نشانه های فاعلی داریم. اولین مدلش اسم به علاوه ای یا گا میشه، به طوری که اگه پدچیم داشته باشه یا پدچیم نداشته باشه مجزاش میکنیم. و نوع دومش اسم به علاوه ان یا نن میشه که اینا هم بسته به پدچیم داشتن یا نداشتنش میتونیم که استفادهش کنیم. توی مثالا میخوایم که بهتر یاد بگیریم که چجوری از این نشانه های فاعلی باید استفاده کنیم. پس بریم که با هم دیگه مثال بزنیم. بچه‌ها به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه و من نخوام حرفای تکراری بزنم و لغات تکراری رو هی تکرارش کنم، توی مثالایی که میزنم همونجا معنی لغاتم بهتون میگم و لغات رو جدا نمی نویسم. پس هر جایی که گفتم مثلا این لغت این معنی رو میده شما توی جزوهتون حتما یادداشت کنید. نوع اول از نشانه های فاعلی اسم به علاوه ای یا گا میشه به علاوه ادامه جمله. خب اگه اسممون پدچیم داشته باشه از ای استفاده میکنیم. اگه اسممون پدچیم نداشته باشه از گا استفاده میکنیم. به عنوان مثال 선생님이 옵니다. 선생님이 옵니다. دقت کنین 선생님 یعنی معلم. نیم پدچیم میوم داره پس بعد از ای استفاده کنیم. 선생님 이 옵니다. 옵니다 فعل اودعه به معنی آمدن که صرف شده و شده 옵니다. معلم می آید. چه کسی می آید؟ معلم. پس معلم فاعله و بعد نشانه فاعلی ای رو براش استفاده کنیم. مثال دوم 어머니가 갑니다. 어머니가 갑니다. 어머니 یعنی مادر. 어머니 پدچیم نداره پس ما از گا استفاده کردیم. 어머니가 갑니다. 갑니다 فعل کداه که صرف شده و به صورت 갑니다 نوشته شده به معنی مادر می رود. مثال بعدی 돈이 있습니다. 돈이 있습니다. تون به معنی پول هست. پدچیم داره پس بعد به علاوه ای کنیمش. 돈이 있습니다. پول دارم. ایدا فعل داشتنه که صرف شده و در حالت محترمانه 있습니다 نوشته شده. مثال بعدی 학생이 공부합니다. 학생이 공부합니다. 학생 یعنی دانش آموز. پدچیم داره پس بعد به علاوه ای بشه. 학생이 공부합니다. 공부하다 فعل درس خوندنه یعنی دانش آموز درس میخواند. بریم چند تا از ضمیرها رو در حالت فاعلی غیر رسمی یا رسمی یاد بگیریم. اولین حالت نه. نه یعنی من. در حالت فاعلی نه به علاوه گا میشه چون که پدچیم نداره به علاوه گا میشه و تبدیل میشه به نگا. نگا یعنی من. ضمیر بعدی نو. نو یعنی تو. توی غیر رسمی. نو به علاوه گا میشه و تبدیل به نیگا. نیگا. به املاش دقت کنین. نگا نوشته میشه ولی موقع تلفظ کردن باید بگین نیگا چون باید بتونیمش از نگا که یعنی به معنی من هست
تفاوت قائل بشیم براش و بتونیم تشخیص بدیم که این من هست یا تو. پس موقعی تلفظ کردن حتی خود کره‌ای‌ها انجام میدن، نمیگن نگا، بعد تلفظش کنین نیگا، ولی املاش به این شکل هست. ضمیر بعدی تا. من در حالت رسمی، من. تا به علاوه گا میشه و تبدیل میشه به چگا یعنی من. ضمیر بعدی نوگو، چه کسی در حالت فاعلی به این شکل تبدیل میشه. نوگو به علاوه گا، نوگا چه کسی، به این شکل. در حالت دوم نشانه های فاعلی اسم به علاوه ان یا نن میشه به علاوه ادامه جمله که این بیشتر برای بیان موضوع به کار میره. اگه اسممون پدچیم داشته باشه به علاوه ان و اگر پدچیم نداشته باشه به علاوه نن میشه. بریم مثالا رو بخونیم. اولین مثال چانن، چا یعنی من، نن چانن 대학생입니다. چا به معنی من بود، نن نشانه فاعلی من هست و میچسبه به چا، میشه چانن. 대학생 یعنی دانشجو. 입니다 대학생입니다. من دانشجو هستم. خب 선생님 ما الان اینا رو یاد گرفتیم، ولی تفاوت این دوتا چیه؟ دوتاش نشانه های فاعلیه. ما کی اینو استفاده کنیم کی اونو استفاده کنیم. الان باید اینو یاد بگیریم. به عنوان مثال من 2 مثال براتون میزنم عین هم دیگه، ولی نشانه های فاعلیشون رو عوض میکنم. اون موقع میفهمین که تفاوتش چیه. مثال اول 마리아 씨는 회사원입니다. 마리아 씨는 회사원입니다. در این حالت که گفته ماریا شی به معنی خانم یا آقا هست که میتونه برای هر دوتا به کار بیاد. ماریا شی خانم ماریا، نن نشانه فاعلی و حسوان که توی درس قبل یاد گرفتیم به معنای کارمند هست. این نیدا، ماریا شی کارمنده. توی اینجا از نن استفاده شده، پس تاکید روی چه کسی داره. چه کسی کارمنده؟ ماریا شی. مثال بعد دقت کنین. ماریا شیگا 회사원입니다. ماریا شیگا 회사원입니다. دقت کردین جمله کاملا یکیه ولی نشانه فاعلی عوض شده. حالا تاکید روی این داره که شغلش چیه. ماریا شی شغلش چیه؟ 회사원입니다. یعنی این قسمت حسوان مهمتر از چه کسیه. شغل مهمتر از ماریا بوده. پس ما برای ماریا از نشانه فاعلی گا استفاده کردیم تا بگیم که این کمتر مهمه. ولی اگه بگیم ماریا شینن یعنی ماریا شی مهمه. کی شغلش حسوانه؟ کی شغلش کارمندیه؟ ماریا. متوجه شدین؟ حالا یک مثال دیگه هم میزنیم که توش از هر 2 نشانه فاعلی استفاده میشه. دقت کنین. چانن تونی 있습니다. تا یعنی من، نن نشانه فاعلی من، چانن تونی، تون یعنی پول و نشانه فاعلی پول. ما میتونیم توی جمله چند تا فاعل داشته باشیم، درسته؟ پس از این حالت استفاده میکنیم. چانن تونی 있습니다. من پول دارم. متوجه شدین؟ این بود از گرامر امروزمون که کاربرد زیادتری هم داره، مخصوصا انن توی درس‌های آینده یادشون میگیریم. صفحه 37 کتاب گرامر انن یا تاپیک رو توضیح داده. به توضیح کتاب گوش بدین. 사람이나 사물을 하재로 하여 소개할 때 어떻게 말할까요? وقتی میخواید یه شی یا یک شخصی رو موضوع جمله قرار بدین چجوری میگینش؟
به مثال کتاب دقت کنین. 김수지는 한국 사람입니다. 김수지는 학생입니다. 김수진 شخص کره‌ای هست. 한국 یعنی کره. 사람 یعنی شخص. 입니다 فعل ایدا هست که تبدیل به ایمنیدا شده. برای اینکه بتونیم این تمرین رو حل بکنیم اول باید بتونیم این لغات رو بلد باشیم. از لغات اولیه گوشه کتاب شروع میکنیم. 한국 사람 한국 사람 شخص کره‌ای. 학생 دانش آموز. 미국 사람 미국 یعنی آمریکا. شخص آمریکایی. 회사원 یعنی کارمند. 일본 사람 یعنی ژاپنی. شخص ژاپنی. 은행원 یعنی کارمند بانک. 프랑스 사람 شخص فرانسوی. 영화배우 یعنی بازیگر. راشیا 사람 یعنی شخص روسی. چوبو یعنی خانه‌دار. منگول سرم یعنی مغولی. شخص مغول. یوریسا یعنی آشپز. هوجو سرم یعنی استرالیایی. 의사 یعنی دکتر. سوال این تمرین گفته 다음 사람들의 국적 직업을 말해보세요. یعنی این افرادی که اسمشون رو توی تمرین مثال زدن ملیتشون و شغلشون رو بگین، معرفی کنین. به عنوان مثال پوگی رو دقت کنین. مایکل یه شخص آمریکایی، پرچم آمریکا دستشه. گفته میگوک سرم حسابان یعنی میگوک سرم یعنی چی؟ یعنی یه شخص آمریکاییه و کارمنده. چجور باید توی جمله استفاده کنیم و این مایکل و شغلش و ملیتش رو تاپیک جمله یا موضوع جمله قرار بدیم؟ خودش نوشته اینو به عنوان مثال براتون. 마이클은 미국 사람입니다. 은 نشانه فاعلی. 미국 사람입니다. شخص آمریکایی هست. حالا توی جمله بعدی 마이클은 회사원입니다. 회사원 یعنی چی؟ یعنی که مایکل کارمنده. مثال اولا براتون حل میکنم. 요코는 일본 사람입니다. 일본 사람입니다. و به عنوان شغلش 요코는 학생입니다. دانش آموزه. 학생입니다. بقیه‌شون رو خودتون حل کنید و به عنوان تکلیف توی گروه تکالیف تلگرام ارسال کنید تا براتون چک بشه. همینطور هم که تلفظ بکنید حتما. بچه‌ها این مکالمه رو براتون میخونم، توی کتاب هست، به خاطر اینکه بهتر یاد بگیرید و اینکه هم مکالمتون بهتر بشه هم براتون میخونم و بعدش معنی میکنم. پاکیونگمین شروع کننده مکالمه هست و یوکو در جوابشو میده. 안녕하세요. 저는 박경민입니다. 안녕하세요. 저는 요코입니다. 어느 나라 사람입니까? 일본 사람입니다. 요코 씨는 학생입니까? 네, 학생입니다. 저는 회사원입니다. بریم ترجمهش کنیم. 안녕하세요. 저는 박경미입니다. سلام، من 박경민 هستم. 안녕하세요. 저는 요코입니다. سلام، من یوکو هستم. 어느 나라. 어느 یعنی کدام.
نارا یعنی کشور. 사람입니까؟ اهل کدام کشور هستی؟ 일본 사람입니다. شخص ژاپنی هستم. 요코시는 학생입니까؟ 요코시 آیا دانش آموزی؟ نه، 학생입니다. بله، دانش آموزم. 저는 회사원입니다. من کارمند شرکت هستم. پایین مکالمه یه نکته تلفظی گفته که من قبلا توی درس‌های قبلی بهتون توضیح دادم ولی دوباره میگمش. پیوب هر موقع به نیون یا میون برسه پیوب صدای م میگیره. به عنوان مثال ایمنیدا، ایبنیدا نیست، ایمنیدا. ایمنیکا سوالیه. ایبنیکا نباید بگین، ایمنیکا. و قسمت بعدی پیاهیان یا موضوع تقریبا میشه من نسل ده انزاگی. موقعی که همون میبینید بتونین که سلام احوال پرسی کنید. از ایوبی گفته به ترتیب از محترمانه به پمل یا دوستانه. 안녕하세요. 안녕하세요. سوالیه. ما توی فارسی وقتی میگیم سلام سوالی نمیگیم ولی توی کره وقتی از انیاسیا استفاده میکنیم حالت سوالی پیدا میکنه. انیاسیا اینجوری باید بگین. حالت صداتون رو باید کنترل کنید. اگه بخوایم حالت محترمانه تر بگیم میگیم 안녕하십니까. 안녕하십니까. به کسی که درجهش، شغلش یا سنش از ما بیشتره. 안녕하십니까 که خیلی محترمانه تره. ولی وقتی با دوستاتونید، با کسی که باش راحتید یا تصمیم گرفتید با هم دیگه محترمانه صحبت نکنید میتونید از انیان این کلمه استفاده بکنید که خیلی پمل هست و نباید با بزرگتر از این حالت استفاده کنید. خیلی دقت کنید بهش که یا خیلی جدیان سر این موضوع احترام و اینا شاید خودتون بدونید دیگه. قسمت بعدی ایرم سوگاگی، معرفی اسممون یا معرفی خودمون. میتونیم توی دو حالت بگیم. حالت اول چانن یوکویمنیدا، من یوکو هستم که از حالت فاعلی نن استفاده کرده. چا به علاوه نن شده چانن یوکویمنیدا. حالت بعدی میتونه از حالت فاعلی ایاگا استفاده کنه و از چا تبدیل به چه شده. چه ایرمن یوکویمنیدا، اسم من هم از ایوگا استفاده کرده و هم برای ایرم از نشانه فاعلی ان یا نن استفاده کرده شده چه ایرمن یوکویمنیدا، اسم من هست یوکو. کوکچوک مودگی، پرسیدن ملیت. چجوری باید بپرسیم یکی اهل کدوم کشوره؟ آنه نر 사람입니까؟ اهل کدام کشور هستی؟ و در جواب میتونین اسم کشور رو بگین 일본 사람입니다. یا شما میتونید بگین ایران 사람입니까؟ ایران 사람입니다. ببخشید انقدر حرف زدم. توی یه حالت دیگه میتونیم بپرسیم 어디에서 왔습니까؟ از کجا اومدید؟ 어디 یعنی کجا. ایسا یه گرامره که بعد یادش میگیریم یعنی از کجا. 왔습니까؟ اومدید. و توی جواب گفته 일본에서 왔습니다. از ژاپن اومدم. از ژاپن اومدم. 일본에서. 에서 رو بعداً یاد میگیریم. 여기까지 봐줘서 진짜 감사합니다. بچه‌ها اگه این درس براتون مفید بوده حتما لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از درس‌های جدید جا نمونید. همچنین اگه سوالی یا انتقادی چیزی دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. دوستتون دارم. تا درس بعدی، بای بای.